گیلا گیلا بیا اینجی گیلا بیا اینجی بله بابا بغدا فرغونه یسا شد میگو زن تو نه به حرف منه نه به حرف مادر تو نه بفهمیدی خود خودت هم سرویسری داره نه تاثیر جاریم هیچ کاری نمیکنه بچه جان ازی بیشتر دیگه نمیتون تحرکار بکشم برو با خونگاه شکم تو سیوای از من برو با خونگاه خسر خوب برو فقط 1 ساعت وقت داری بیشتر هم نه خلاصه با تو بگم شما بابا پیار منه پیارتونو کجا شونم سوک شد از تو کجا خدمت رو میکردی کجا زار زحمت رو میکشیدی تو خود کلون کردم شما مال کلون کردی یا من شما کلون کردم من شما کلون کردم نه من کلون کردی شبای بابا تو من روزی که خور یاد میدم شما رو جمع میکنم شما رو کلون کردم کدوم طلا مزدوریات رو خوردم بله امروز زن تو برفا گفت من نیه برفا گفت مادر تو نیه پول برق تو نمیدی پام تو ما چکار کن نو خوردی پول برق بابا من یک خونی دارم یک لامپ روشنه او گرمی که چی آب گرم کنه چی اینا که چی دیگه که یک لامپی داری تلویزیونی که 2 متر قد این حساب بخوانی سو گدشی و هیچی بچه جان فقط 1 ساعت وقت داری کجا برم برو خونه خسر خوب برو به خسرای پیدا کو با خدا بابا بخونی خسر خوب برم من کار ندارم بکنی بابا اینجا 1 ثانیه دیگه تو رمق بابا گردن من بند باشه بخونه خسر خوب برم مگرم تا عمر خود زنده باشیم بدیکری یا خسر خوب بدم خجم یا خرجی وقتی که من دار زمان نمیکشی خسر زمان کشی برو کوکو برات کوکو بده چه خوب کردم بده برو یک سچار خوب بگیرم من گل خونه ماسن خشکیدم نه ما که خشکیدی خود خشکی میدیم گل خونه بده برو یک سچار خیلی خوب بگیرم یا کلی کوتاه خوب برو بده بابا مستقیم بیری میکنه ایت 1 ساعت دیگه تو نبینم گناه دارم بابا گفتم 1 ساعت دیگه تو نبینم خلاصه با تو بگم برو یک سچار خیلی خوب بگیرم گل خونه خشکی میدم چنجی ششتی؟ چنجی بششتی؟ بابا من خودم گناه دارم بابا از این گریو ازار نکنی بالا با درد من نمیخوره بالا برو خود خصوص کرد گردن من باشه بابا با خود خسر خوب رو بگرم تا زمانی که خسر با بوم بره خرسایر بودم دمی که بوم بره بگرم برو فاتح و جنازی و حتی پاکتا جنازی را من بگرم بخرم بابا من چی کار دارم؟ اومدم به سرای به میمینی میرم بابا 1 دقیقه اجازه بده خب من بدم میرم با خونی به میمینی میگیره کپسول خون بگذاره و پیش که برو 2 منچو برو گاز کن برو بچه من چی بخرک بابا او به سر به هر کلا میره خصول با آدم دلگیریه آدم مفخوریه بفهمیدی حاله بفهمیدی فقط سکو به چی میگم میفهمی انه ساعت 1 بجه با 2 بجه اگه به سرا مادم به سرا ویدی خود کلیکو تو رو بیرون میندازم چیه؟ اما بری بیتره هر وقت که زن تو اصلاح شد پول برق رو بدادی خودم هم کاری کردی بعد به طور میخوام خوانه ازی بابا برج پینجری بلان با برق میدم بدات برو خود بابا برج پینجری بلان با برق میدم وخه گپ کم که برو بده خب پس صبر کنه بابا برو ما خسر خوب بگو زن کنم برو خسر خوب بگو سچار خان خود خوب یاری بده این گپ با دردم نمیخوره اما خزان تو برفا گفتم بود خدمت به ما بکن بعد تاج سر منی بیا بخونه زندگی ما بشی متعرضی با کار ندارم که برای میگو تا سرا جار کنم نمیتونم کجی
چکاره چی شدم بابا؟ اونی بخونه ها؟ اونی بخونه بابا من بیرو که جواب دادم میگه تو پول برق نمیدی تو زن تو چون به حرف نمیکنه تحصیلات جاری نمیکنه که جو بیا تصل خسول ما بریم برای چیکار کنی برای میگم کاکا خسول من سعی کنم میگذره به صلاح اگه من بکش به صلاح که کلیکوتا خوربال کنم ببرم که جیجو خب برو تو هم رزی ما برم ها دیگه برو یا برو به سراغ خسول خوب بریم نه عباس جیجو و تو خور گو خم شده عباس طفله عباس عباس چه کار عباس جاور افتاده گیل لگیشتنی سنی عباس خیریته شکر چرا تاو خور گو عباس اینجا چرا به تاو خور گو یاره خوشی گیل برات نه اگر من تازه خیلی برده بود که بیامدی همین تو جای اخی بود گوه علف فردون جای اخی بود تو باش چند دقیقه صبر بگذار خود تو بابا بالای تاو خور گو بالای علفا خوشودی علفا موها سر تور بخوره چی گوا موها سر تور بخوره یا کوشا پاتو همین تو صبر خوب اون بگذاشت گوه اون رم میکنه اون میترسه میگی جنیاته تازه صبر خوب بگذاشت من همین تو خیلی برده بود چی گپایه خیلی خیرات گیل لگ عباس ها سیکوتو من پیار مسرا بیرو که پیار تو آه چره به خاطر از که کجکی داده تو کار نمیکنه میگه به حرف من نمیکنه انا بلادر مدام پیار می اکثره با من نک میزنه میگه پول برق نمیدی چی کار فلان بالاخره پیار ما بونگیری میکنه خب خوارت هم راست میگه کجکی خوارت و کجکی هم برارم عباس چو کار نمیکنه او مثلا به حرف خسور خو نمیکنه به خوشو خوب مدار می اکثره گپ میزنه بالاخره یکسره عرض بونجنگی آخر پیار من گفت اگه 1 ساعت دیگه وقت داری همین تا تیز میری به سراغ خسور خوب به فکر جای بخو میشی که از اینجا حرکت کنی بری حتی قدامی که میایی خود سچرخی هم بگیر که کلیکوتا خوربار کنی خود دیونه او پیار تو نه چه به حرف نکنی تو من به حرف میکنم دادی تو به حرف نمیکنه خود دادیم که به حرف نمیکنه وقتی که رو دادیم هم راست میگه دیگه تو شاید خونه سودا نیاری او گپ نیه انال ما و کجیر بیامدن کجیر اونو برای به سراغ شما حالا چه کار کنم مادر تو گفتم زن کاکا کجایم کاکا خسور میگفتن کاکا خسور تو برفتم خدم قرآن چون به کجا به علیسی و کجا به شهر من گفتم عباس و رمضان کجا گفتم عباس برفته گوار جمع کنه رمضان هم چون به صحرای هرچی گفتم چیه کجیرم اینجا بس تا دیگه آخر من گفتم من میرم که خود اینا گپ زنم انا من گفتم تو بیا یک کار بکن انا بریم خود رمضان پیار تو به کجایم رمضان چره پیار تو پیار منیه خود رمضان بریم گپ زی بلکه یک خونه به ما بدن بیایم بشینیم ما و دادی بیایم دیگه کی ششتنی بیایم بخونیم ما یار گیلک اگر راست او پرسیمه کنه اختیار دارم ما کانو خوردم ما از خود خبرا کلونه دارم رمضان بکو برو پیش رمضان برو خوب همون درخت اینی با پشت همون درخت زیر همون سوره شاید خوب شده باشه خب برو همینجا بری همین که پر داستان اختیارات که برکن طور بگذاره بلکه هم نگذاره برو تو رزی هرچی اونا گفته من نمیفهمم برو اونا هرچی میگم من خوردم دیگه خوبه زیر درخت همی درخت ها برو تو کدومات من از تو کسی خیره برو بر اگر زن نمی بود و آدم نمی بود نشانی ز اولاد آدم نمی بود من به اونجی رفتم بالا سر گوا میبینم عباس با تو خورخ گوا خواه به این زیر درخت آمدم این میبینم رمضان اینجا خواه اینا ما چه خوابگاهی اینجا ما چه مینا مدل از اینا
خو دیده بیده اینو Bacla bir pijlom, bir pijlem bla bir bijbim. Patal pijla bir jim jim bla bla bir benjim jim. Hadi ne oldu? Ramazan! 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 گیلا Yani gila. Ramazan. خوبی تیار هستی جانجور خیریاته. چی گپای برارا شما لوکه خویم. ها؟ به سلام براتون خوشیم همه خیال ماست خواه شجاع خور بندازه. یا من تک پیش گوا شما پایی. سعی میکنم عباس بی تبتای خور گوا خواه خو ما گفتن کلا خراب تو بتای خور گوا خوی. همین گویا تو خیال جنیات میکنه. یا مثلا تو میای می مواسر تو کنگ میزنه. وقتی هم گو کنگ زد تا تو خود گردن کل خود گردن کل خود دم گو خلاص کنی میبینی یک دم تو به جان کلا پاچه بخورد. یار گیل لگن کنون چاشت نمیخورم کاسه دوغ میخورم فقط میگم کجای صحرا زیر درخت شیطوت صحرا بچسبون مخواه کاسه هم میاردی زیر سر خو میکردی. همون مطالع میگن دوغ که بخوری کاسه مگه زیر سر خو کنی چی گپایه؟ قراری خیریت بود رمضان امال برفتم به صلاح شما خود کجیرم پیش خشومه بیا من با اینجا خب بالاخره خشومه گفتم نیم بچه به سهرایم انا گفتم کوکو خسورتم برفتم به خدمه قرآن مچون بررسی به کجا خلاصه انا پیار مرا از صلاح بیرو که کش داد گفت تک تو مستقیم میری به صلاح خسور خو و تو اگه خونه میده بعد اگه نمیده دیگه رد دنبال تو به 1 ساعت وقت داری نبینم که تمام زندگی تو هم آتش میزنن یا سیل بیای اونا رو به سیل میدم انا حالا ما گفتم برارم مسای کنم اون درده شما مثلا هم نمیشه که مثلا ما برم به خونه کرایه یا چیزی انا سعی کنم گفتم یک خونه به ما بدین که می بیام اینجا بشینم چرا پیار تو رسا بیری کنه ماشو میگه زن تو چون بد اخلاق یا کار نمیکنه تحصیلات جاری نمیکنه بابا میگه تو پول برق نمیدی همین تا گپ مفت باد لامبوس پیار ما میگه و بخون میره همین پیار تو سال بم 12 ما که ما هرچه به خونه شما نمادم گفتن حال خوب نیه غیر از که شکایت از این خوار مرکه که ما چون کار تاشوم می خوار ما جون کنده برات کارا شما تفلا حال تو یعنی بیخی بیرو که بی نه من گفت سلام خسور خبر خبر بگی که به تو جا بده خود سه چرخه بیای گفتم میام بابا ما به دشت بیاون کنم رضا پاشا خور چیکار کردی کی چه کار کرد رضا پاشا خور نه او گفت اگر سرا خسور خبر سرای بست تو خود سه چرخ بیا که بار کنی یعنی برو جوامای به خود پیدا کن تو باش من پیار خود زنگ زنم چی میگی پیار خود هیچی میگم گیلک بیامده پیاری را سرا بیرو کرده بگو مطلق بیرو کرده خوبه مطلق بگی بابا همین گیلک بیامده میگه مر پیار ما مطلق اثرا بیرو کرده با خدا بیامده اینجا بیچاره میگه هر دم پیار ما بونه پلی میکنه با داده تو میگه ما چون کار نمیکنی ما چون تاثرا لماشته ما چون گوا جمع نمیشه چیکار همین گپای که 24 ساعت ما و شما میرم غیر از شکایت دیگه چی کار داره پیار ازی بابا همین دومات مانه مثل برار مانه خوار مانه به مو خونه آخی اولاد چه مانه بگو بابا یک مطلق میگه خونه به ما میدیم یعنی بگی خود تو گرزه کی؟ خود خسور کن کینه؟ پیار مه بابا هنه گیلک سکنی چی میگه؟ خسور منه الو سلام علیکم اندلا باشین کاکا خسور جانجون خیریته زنده باشین فضل خدا شکر دم خنی بعد پیار بگو تا اگه تو رنم مطلق از سرا بیرو میکنو برو به سرا خسور خو از اون سر که بیامدی خودی سچرخی بیای که رزه پاشا تو همه به در میریزون الان ما بیامدن کاکا خسور سعی کنم به ما خونه میدیم یا نمیدیم ها خوبه خداحافظ قطع کن قطع شد
چی گفتم؟ میگن تا 1 ساعت دیگه وقت داری بفهمیدی؟ چی من وقت میگم تا 1 ساعت وقت داری میتونی تیز میری که ساعت هم طول نکشه رضا پاشا خورسه چرخه و چرخه بار میکنی انوار میداری میاری بفهمیده من خونه بالا میگه یک کس تو ما با گفتم البته پیار من میگم تو 1 ساعت دیگه وقت داری که بری دیگه تو نبینی. نه کاکا آه، آدمی نیم من میرم میری؟ آه. من برو خودت تو نه کمک کنم. کجی هست اونو کم است چرخه رو میگیری میاره صحیح خوبه. آه برو تو رو ببر به سرا ببر اگیل لگ دیگه. خوبه میرم داده مرم همه تبا ببری. کی؟ داده مرم ببری به سرا یا اول اور ببر اگه در زپاشار ببر. خوبه یک کار میکنیم خوبه. دالون که نمیشه بری. حال میره با خود بارا تو اگه خالی باشه بیرون نمیشه. نه صبر کن ماما ماما سه چند خاکر یک بار استاده کنیم برو دیگه. کما برو کلی کتار بیار ها؟ زودتر. برارم از هر بار 300 لیفه میدم به شما دیگه خیرات میبرین زودتر وقت گرفته نشه برو بیار. نه خیلی خاطر میزنی تو. خیلی باشه برای خورد خدا صدا کنم من برو خدا کن. برو بیا دیگه برو. لالا ها بیا یک دقیقه تاشو. بله چرا بس دادی ماما تیل خلاص که. ویلا کمر ما بشکم ماما نزدیک شدین. پیاریه به من چرا؟ با خدا تا زنده باشون پیار خودم من یک قسم میدون که مدار خود قسم میدون که اون نمسته باشه بگیریم این برو یک کدون شما برین که تیل بیاریم بگی. تیل خلاص که این بارا سنگین هر چی. ویلا کاکا کجا بیارم تیل تو گفتی 2 تا سوریه اینا 2 تا سوریه بار کردی. برو زیده که وسط راه این باران سنگینه. تجیر بارا گم نشه بفهمیدی که من میرم مسکیل ماما تیل خلاص کرده تیل بیارو خوبه برو دل جمعونا دل جمع خاطر برا برو روش دیگه. کنه برو ما هم دل هستم بارا جمع هم است، هست برو جمع بخیر. برو زودتر برو بیا برو. ماما بارا چپه نشه نمیشه برو زودی بیا که راه بنده. ماما اگه پیار داری بله ها شکر. اگه پیار داری شکر خودی پیار خود زندگی نکن چرا؟ بفهمیدی پیار که آدم به پول بفروشه نمیته پیار بدیدی من بار داد پیاری نیه پیار ممر خیلی مایه تا زنده هم باشه خدمت ماما کجا برم من چی میفهم دیگه هر جا نزدیکتر برو شما ایرار بلدیم. یک سکیل سچرخ بیای من برداره با پینجایی به تر خرج نکنی مستقیم تل فروشی ها مستقیم تل فروشی ها مستقیم تل فروشی ها ماما ما تل فروشی ها نمیبره ماما برو ای وسیله چیزی به راه آمد سوار شو نمود پیاده برو دیگه. ای بر نخوابو کجی به تاثرا خصوصی تلو به تاثرا خصوصی ما تل نیه به نظر مسته به نظر تو هسته بی نظر نیه نه بی نظر نیه برو تین ماما چندی بستونه از سیری بیه او پینجایی لکه بستو لکه پینجاری په تل مندازی با خرج نکنی بعدی خرج میکنه پولا. وای وقتا میره سندویج میخوره مستقیم پیست چرخ خراب مستقیم موته کله گندی ازی هم با گرش خود سه چرخی ازی مستقیم پیاده نمیشه مستقیم برادر اول کامرا میته پیش ببره موندایم شال شدم
از سهر صبح خودی پیار خلا پتوم جنگ میکنیم. ایش تو دیر که چی شدی برار تو بچه؟ یک ساعته. بیا ما دستر بیا دیگه. ابا برفتی از شهر تل بیاری. از شهر رفتی تل بیاری. از که رفتی تو؟ بده دیگه. خوش شیشه تل. تلا. تلا؟ یه وردی تلیانه. بابا تلا با کل من بسته بود. من نگفتم که این برار تو بچه ای سادی ای چی کردی پولا؟ چی پولا چی؟ پولا تلا. بتا شیشی چا بده بتا شیشه چی چا بده؟ حکوکه. بتا شیشی چی چا بده با کل حکوکه من شیشه نشابه. با کل من بود. ابا گم کردی. ها؟ ابا گم کردی. بابا می دوم می موترای که چیز میارم می شورا میرزم تازه مینا دنبال مینا خلت کو کردم از کجا؟ ها؟ همین نزدیکا بود. از اون برمی آمدی تا بگیش برم جاده به زمینا. برو همونجا رنال بگا. برو نکاری به تو سپردیم تا اینجا به یا انجام که پول بدم که اگه نه برسونی با شیشه تل دگی بستونی دفعه بیاری تل بیاری دیگه. بده دفعه بفتاده هم برو دیگه خبر قلقه بیار برای ما. بفتاده برو اول بر که مور پیدا کنی اگه نکردی با دگه بستو بیار. زودی بیا این دفعه به دست خب بگیر اگه مختم. کیل به دست شیشه خوب تله. خوبه برو زودی بیا که بکشتی ما رو بمی هفته و تو ما اصلا بلاف تو شدیم امرو. به تا خلیتی کو بگرده خو کو خلیتی که نفته. باشه سکنی موتر مرور نمیداره دسته بر که ترور داره دسته. یه دقیقه بسته لالو. اصلا نمیگه که من میبری یا نمی تو سوار موتر مردم شده. ای جان ای برا خو کجا بیا آوردین شما ایت چیز جانانه؟ برو خون از همین پاکستانی آوردی. به به 4 تا ایت چیزا که به تا شهر ما باشه. نه در موتر مرتگه می تو وا بره با خدا. میترسم یه دفعه همین پول خرج نکرده باشه دروغ بگه. دل جمع نه دل جمع باشیم این دفعه به شما تیل میاره. صبح من 5 ساعت بخو کار میکردم از این بودن که اینجا معطل شدم. خیلی دقیقه یک دفعه بگیرم این مشتری های هم افتی. اول شما گفتیم را کمه دیوم بار شما زیاده. ما اگه میفهمیدی تل بیشتر منداختم. این دفعه دیگه محکم بگیریتون به کل من خوب بسته نکردم منه ما چند استوندی تل؟ اینا 35 شد چرا 50 روپیه نستوندی؟ خب چه شده مرتگه گو شیشه ندارم گفت اگه می گو شیشه ندارم 100 روپیه رای کردم به من یک شیشه خورد تل یوردی تو. پومزاری پی خودم می کجیر پومزاری پی بنده که خاطر من گوش نشد و کس کس تندم بخو 50 اول دارم البته کس کس تندی بخو. 50 اولی نه گردانه به من باشه تلستون می افتاده پومزاری پی داری؟ نه ماما شما طلب خود کرایه میدم خود کرایه از اینجا بگی که از اینجا تاشون که خیلی بلندیه یک نه چپا نشه. خب او برشه وای ماما آه میتونی باشه خوبه بری